آگاه همون روزه داره که از تشنگی و از گرسنگی افگار شده است، مانده شده است، خسته شده است، خواب است، خوابش در نزد پروردگار عبادت نویسانده می شود. 3 ساعت خواب میکنی، 4 ساعت خواب میکنی. تصور کن تو در مسجد نماز خوانده ایستاده ای. برای آدم روزدار خوابشم عبادت است. حتی پروردگار به سوی ملائکه ها چی میگفته است؟ انظروا الی عبدی، همون بنده ای که شما نخواستین که مای من در زمین بیافرم پیدا کنم، نظر به سوی همون بنده کنین. ترک شهوته و لذته و طعامه و شرابه من اجلی. اما همون بنده امروز ببین طعام در پیشش است، بعضی یار رفیقای به انصاف دارد که خورده ایستادند،